تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکستی سلیم ایوبزاد. سلام و درود به شنوندگان ارجمند مخلصان پادکست گنج شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 هفتادمین زودروز نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه‌های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیشگفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز آن برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای داده‌اند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگذاردند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش میگوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد. میدمانی آزادی، معرفی شیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی. سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروزه ما نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپروری رشته عربی فاکولته شرقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است. بعداً برای کار به روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کار را در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین حکایه‌های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه حکایه‌های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعداً کتاب‌های دیگری بهمنیار با نام‌های اسب آبی و دود حسرت نشر می شوند. همینطور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان‌های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اویله‌دار، صاحب 2 پسر و 2 دختر. شنوندگان عزیز، چنان از صحبت‌ها و خاطره‌های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بودند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالاگذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمان را با نویسنده از همین باب شروع کردیم. حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدمای تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدمای خودشون رو پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارن. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یگان با رودکی شباهت نداره. یک
خیلی ما رودکه نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وقتی اساسگذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید میشد، نه که نشد. خود نویسنده‌ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر میشه؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخواهند یا ماشین میخواهند یا کوارتیر یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. همین خاطر تقصیر نویسنده‌ها است که من بر علا مشاهده میکنم. چندین سال است که یک نوع آنعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهلیزی‌ها ملاقات میکند و البته که بیشتری اهلیزی‌ها از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟ من نمیدونم در اون مجلس‌ها مباحثه و چی گپ‌ها میشد، با اون خاطر که یگام بار در اون مجلس‌ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم. نویسنده‌ها با عنوان گروه روشنفکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلات جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنن. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده‌ها از افشای واقعیت‌ها حذر میکنن؟ من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دوم خوشامدگو هم هستن، از جهت سوم منفعت شخصی خود رو از منفعت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده‌های امروزی ماست. ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده‌های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب‌ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده‌های ما سکوت ورزیدند؟ من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده‌های ما بعضیش که با من واقعی میکنند و گفتگو میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننوشتم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچ نوشتن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری والوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود است، در همین جبهه‌هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری میکردند و درباره تاجیکستان. خرم آبادش این یعنی تاجیکستان. خیلی هم از روی انصاف نوشته است، هم این گروه هم اون گروه هم گروه‌هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و با باور کرده میشه، این اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان‌هایی که در جبهه‌های مختلف بودن، دوستای خودم میفرمایند با اونها پول میدهند که درباره ما نویس و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ‌ها سری وقت نوشتن یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو طعنه میکنن که این سر کرد و سر کرد یا از بیرون سر کردن و اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لیو تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است، فرانسه و روسیه است. فکر من این است. اندری والوس نام رمانش خرم آباد بروسی. این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است. در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفیقایم از من گرفتن، حاضرم کتاب به پشت و پناه، برای که نشه میگه که وای گرفت، سومش میگه چهارم گرفت، خلاصه گم شد. یک بحث دیگه که گاه صدا میاد در بین نویسنده‌ها، مخصوصا در وقتی که جایزه‌های رودکی یا عینی به نویسنده‌ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسزاوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟ در حقیقت مکافات‌ها، عنوان‌ها، همین چیزها به آدم‌هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب‌هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب‌ها رو اولش که اعضاهای کمیسیون نمیخونند، امروز
بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانه‌اش رفته باشد یا ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد بها میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من با نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاورد. با من عموما آواز ندادند یا آواز کم دادند و مثلا تصور کنید که بهمنیار 2 آواز میگیرد، معروف بابا جان که عموما بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستی که مینویسد 15 آواز میگیرد. یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب مینویسد و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزشی نداشت، با وی مکافات میگیرد. همین خیلی زیاد است. فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟ من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضیا میگن که از بالا فرمان میشه و اینا آواز میدن. من با این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم. عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض‌شوی بیشتر از همه در چی ظاهر میشود؟ یعنی ارزش‌های اخلاقی عوض شدن، ارزش‌های معنوی دیگر شدن، اما ارزش‌های انسانی تغییر افتاد در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو در چی ifade می‌یابد؟ پیش از همه گفتم میخوام که اون سخنی که شما گفتید گورکی گفته است. گورکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه می‌خواندند، کتاب می‌خواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمان‌های عظیم در پیش بود، مردم کتاب می‌خواندند، روزنامه می‌خواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب می‌خواندند، روزنامه می‌خواندند و خیلی هم می‌خواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35000 در دوره لایق شیرعلی چاپ می‌شد و پهن می‌شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود. یعنی تمام رایان‌ها میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود. خیلی شاعر خوب بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود. و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعدادی ژورنال ما رو اگر دانستن خواهید با شما میگم که 700 دانه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میره؟ از کجا؟ بعدن کتاب‌هایی که مردم میخواند حاضر کتاب‌های خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات به 3 تقریر پنهانی میداد. اون 3 تقریر میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصلا سزاواری چاپ باشه چاپ میکرد، سزاواری چاپ نباشه برگردونده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کسی که پول داشته باشه چاپ بکنه. شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟ هیچگاه. چرا؟ برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز. در دوره شوروی خوش بود به هر صورت. در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجا پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوندگی هستید اینا به خوبی میدونستن. وقتی که این سبکی من میدن به من بد نگاه میکردند یا پیش پا میموندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید اسپانسر بگم، پشتیبان، از وای پول گیرم، بعداً کتاب با همون پول چاپ کنم، سوم خودم همون کتاب‌ها رو فروشم. مثلا رمان اخیر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون اسپانسری که پول به من قرض به من داده میتونم از چی خوش شوم؟ به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر گفت؟ من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده‌های دیگر مملکت‌ها، خیلی من مملکت‌های پسمانده و نمیگم، دو پیشرفته میگم. مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتر و کامیو در فرانسه هم شهرت داشتند و هم پول داشتن، گرینتر گراس گینریخ بیالقتی در گرمانیا. این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز که وجدان ملتی ما گفته میشه؟ یعنی نمیشه چه گفت وجدان ملت مثلا؟ نه هیچگاه. تکرار میکنم، فکر شخصی من است. حالا وقتی که مردم کم میخوانند شما هنوز هم می‌نویسید و برای کی می‌نویسید؟ اکنون شما با یک چیز من به همین نوشتن عادت کردم. همین نوشتن یک مشغولیت دائمی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزار نویسم کسل میشم، می‌نویسم، لیکن در فکر چاپش نیستم، برای که میدونم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن، حالا دلمانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خصل خاشاکی آمیخته شد، مردم رو در وی ماند، در عرف برزخ، نمیدوند این کتاب بخواند، نمیدوند این کتاب بخواند. نه که من به هر حال مینویسم. مثلا برای چاپ این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟ نه، یگان وقت حق قلم نگرفتم.
قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و 9 حکایه که در مجله ساگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم. ساگلاسه مسکو. بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیکستان کتاب چهار کتاب خورد بود نکی. خب بعد پولش $100 و چاوکا نیازی. مثلا وقتی خالگیتان چقدر میگذارن شما؟ کتابخوانی. با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، معنوشی؟ با معنوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده‌های بزرگ همه معنوش بودن. با دختربازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم. حاضر نویس دخترها به شما نازی نمیشن اگه پول نداشته باشی. خب با وقتای خالگی مگر بسیار حالیمونم میروم لبی دایره و یگان باقی خوش هوا. خب یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رودی ورزو، اونجا یگان جای میرم که حتما وای داشته باشن. سیخ کباب، کوهگردی و اگه پایم که کسل است من کوهگردی کردم نمیتونم. نه سالای پیش زود میگشتم. بیشتر زور میگشتم، شکار دوست می‌داشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کوه اعلا رفتگی من حیوان رفتن نیست. انا چی نام داشت؟ استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جا گشتگی هستم. حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفهمید. قرطاق حصار. قرطاق حصار. شکار دوست می‌داشتم. چیزی از همه کلان زدگیم اوه در کوه اعلا زدیم با یک بچه امک بچه. استاد بهمایار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم. امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر. به شما همچنین باشید. و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمان برنامه امان نویسنده بهمانیار خیر خوش میکنیم. ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است: www.azadi.org و یا azadi.tj. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم. در راه هستید مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما، در وقت دلخواه و جای دلخواه.